ما از اینجا صدای خود را به همگان میرسانیم، مخصوصا به سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر. از شما خواهش میکنیم در چنین یک روزهای سخت که جهان در حال تلاطم سخت قرار دارد، نگذارید که به عنوان دموکراسی دیکتاتور حاکمیت کند. به عنوان ارزش‌های دموکراتی از دیکتاتور حمایت نکنید و بیایید برای از بین رفتن دیکتاتور ما مردم خود را اینقدر عذاب ندهیم. بیایید به خاطر پیاده کردن ارزش‌های اصلی دموکراتی، یعنی همون آزادی بیان، همون عدالت اجتماعی، مردم خود را در کنار خود بگیرید و بگذارید مردم حقش را خودش انتخاب کند، بگذارید مردم آیندهش را خودش انتخاب کند. تا کی برای مردم شما تصمیم میگیرید؟ تا کی به جای مردم دیگران تصمیم میگیرند؟ تا کی مردم را سرکوب میکنید؟ با سرکوب عمر شما دراز نخواهد شد. بیایید در کنار مردم باشید تا مردم به شما عمر دراز بخشد.